سلام به مردم خوب و فهیم تاجیکستان، مردم با اصالت و با فرهنگ تاجیکستان، و سلام به همه فارسی زبانان سر تا سر دنیا. چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدیم به چنل خودتون. من و پدرم اومدیم با یه ریاکشن دیگه به فرخ حسنو به اسم ترک، فکر کنم اسمش مادر باشه، برای مادره. و ممنونم بابت پیام‌های بابت همدردی که به من توی کامنت‌های یوتیوب و توی اینستاگرام برای من وایس میفرستین، همدردی میکنین. ما هم از صبح از خواب پا شدیم و دیدیم که همه چی ناراحت کننده و دلخراشه و ما خودمون حالمون خوب نیست، ولی با این حال قول دادیم که برای این اتحاد پایبند باشیم، اتحاد فارسی زبان، و جلوی دوربین بیایم با هر چیزی که هست. تامنیل عکس ما چهرمون خندونه چون از قبل ساخته شده کاور ریاکشن، ولی ما الان چهرمون ناراحته. ممنون که همدردی میکنید. آره این که اینطوره و پدرم میخواد برای شما یه شعر بخونه چون شما خیلی دوست دارین، شما خیلی علاقه‌مندی به شعرهای پدرم. و اشعارش طبق معمول میخونه پدرم و میریم سراغ ویدیو. با سلام خدمت شما. میشناسمت میشناسمت تو از سلاله پاکانی، به تراوت یک صبح ریزش بارانی. میپرستمت تو بعد از خدای منی، در پیشم چون فرشته‌ای از خوبانی. میپرستمت ای گل زیبای هستیم، بی تو تنهایم در خرابه زندانی. میجویمت در این غربت تنهاییم، چون سایه با منی ز دیدم پنهانی. میخوانمت در غروبی سرد و غمزده، با صدایم آشنایی چو گل خندانی. اسمشه؟ اسم شعر غروبی سرد. غروبی سرد، اونم در روز جمعه. بچه‌ها لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، به ما کمک میکنین که انرژی بگیریم و بیایم پشت دوربین و واسهتون ریاکشن بریم. ممنون از کامنت هایی که واسه ما میذارید. حجم اینقدر زیاده نمیتونیم همه رو جواب بدیم، ولی به ما کمک میکنه کامنت های پر انرژی شما که حالمون حداقل بهتر بشه. بریم سراغ ویدیو. تاجیکستان به پیش. اولین بار داریم رو ترک فرخ حسن رو ریاکشن میدیم. خب فرخ حسن و مادر خیلی پیشنهاد دادیم به ما، صداش خیلی طوفانی، خیلی قشنگه. بعد بشنویم ببینیم چی میگه. بریم مادر بود و نبودم مادر، مهری تو همیشه در وجودم مادر، در دامنی پاکی تو نمازی دل من، در دامن خاک تو سجودم مادر. متوجه میشی چی میگه؟ تقریبا به مادرش داره میگه که نمازی و سر سجودم ها. دامن پاک تو، همه چیزم در کل مادر. آره. در باغ بهش بوی مادر باشد، مهتابی بهش روی مادر باشد، در راه جهان تشنه زاری قشنگ توصیف میکنه. مهتابی روی چهره مادرم باشد، یعنی مثل مهتاب میمونه چهره مادرم. توصیفش زیباه. زیبایه. مادر باشد، ای مادر جان اگر به یادم برسی، چون آتشی سوزان به نهادم برسی، ای کاش به دو جهان رسد فریادم، ای کاش در این جهان به دادم برسی. اول گفتم که توصیفش زیباه، واسه انگار یه چیزی بگی. مادر داره میخوره، من مغالب میشم دیگه. مثل ظفر ناظم که
بابا دیگه واقعا نتونست جلوی احساساتش رو بگیره و مادر کلا هنرمند مادر. ویولونی میزنه بابا، ویولون عاشقشه. قبل اینکه شروع بشه با پدرم عاشق ویولون بود از بچگی، متاسفانه به خاطر موقعیت مالی و موقعیت مکانی هیچ موقع نتونست ویولون بخره و بزنه. هنوزم عاشق ویولونه. هست تا لحظه‌ای که نفس رو سینم، صدایی که آدم رو سحر میکنه. حسرت خیلی بده این که نتونی. بریم. تحریرهای فرخ حسنی فوق‌العاده است. اوجش خیلی. مادر شنیده راز مرا، آگه شده ساز منو ساز مرا. مادر شنیده راز مرا، آگه شده. اینو میگفتم اون تحریره شد دیگه، از خود بی خود میشه، توی لول دیگه میره فرخ حسنی. ساز منو ساز مرا، تا باد غمی تو را توانم برداشته ای همیشه هر ناز من. تا باد غمی تو را توانم برداشته ای همیشه هر ناز من. چرا وقتی ما راجع به مادر صحبت که میشه ناخودآگاه همه یه جوری مثل یه بچه مدرسه، یه بچه کوچیک میشن، با اینکه حتی بزرگن، هم سن سال خودتن، باز مادره هر چقدر هم بزرگ باشی. خدا رحمت کنه مادر کسایی که الان در قید حیات نیستن و اونایی که مادراشون پیششون هست قدرشون رو بدونین و بغلشون کنین و ببوسین. مادری جان اگر به یادم برسی، چون آتشی سوزان به نهادم برسی. ای کاش به دو جهان سفر یادم، ای کاش در این جهان دادم برسی. نظر راجع فرخ حسنی چیه و صدای فرخ؟ خیلی قشنگه. خیلی قشنگه، واقعا قشنگه صداش، یه جوری فرا زمینی. من تو فکر هنوز مادرم که نباشه همون استیج میبینی همه اونایی که توی سالن هستن همشون اشکشون در اومده. سوزناکه. چون آفتابی سحری بشی نظرم مادری جان جلوگره. از اینجا خودت آماده کن، چون وقتی فرخ تحریری که میزنه اونجوری داد میزنه، بعد از اون کلا رو بالاترین حد ممکن. هر لحظه از من چون آفتابی سحری بشی نظرم مادری جان جلوگره. با دست اصاب نشسته ای پیشکیده، با دیده چون انتظاری بسه. با دست اصاب نشسته ای پیشکیده، با دیده چون انتظاری بسه. از شعرشو نمیدونم از خود فرخه یا باز میگم چون بیشتر شعرها قدیمی هن، خیلی قدیمی هن. به ما بگین شعر اصلی از فرخه یا از قدیم بوده که ما بریم قدیمیش نسخه اورجینالش هم ببینیم، ولی فکر کنم از فرخه. فرخ خیلی توانایی زیادی داره و ممنون میشم به ما بگین. اگر به یادم برسی، چون آتشی سوزان به نهادم برسی. ای کاش به دو جهان رسد فریادم، ای کاش در این جهان بدادم برسی. ای مادری جان اگر به یادم برسی. یه چیزی می‌واسه نه نفس عمیق همینجوری بود.
من فکر کنم باید صحبت کنیم. نه چون آتشی سوزان به نهادم برسی. کاش بعد اون جهان اصل فریادم، کاش در این جهان بعد آدم برسی. کاش در این جهان. الان چیزی نباسی بگی؟ بابام هر موقع نفس عمیقی میکشه صحبت میکنه، من هر موقع نفس عمیقی میکشه فکر میکنم میخواد چیزی بگه. خداوند پدر و مادر زنده شما رو نگه داره، آمین طول عمر بده. آمین هیچ چیز جز پدر و مادر نیست. آمین یا رب العالمین. قدرشون رو بدون. بریم ادامهش. بعد آدم برسی. تموم شد. بچه ها اینم از موزیک مادر از فراخ حسنا که خیلی پیشنهاد کردین، ریاکشنش رو رفتیم و با پدر که شما خیلی دوستش دارین. من خیلی خوشحالم و خیلی حال من خوب میشه وقتی من اینا رو میبینم، کامنتاتون رو میبینم و بازم با این حالی که امروز از خواب پا شدیم و شنیدیم، مرسی که همدردی کردیم با ما، پیام گذاشتین، وایس فرستادین توی اینستا برای من. ممنون که همدرد ما هستین واسه این اتفاقات بد این روزا. امیدیم که فردا خیلی بهتر بشه. حرفی داری؟ او بزنی؟ جان نه پس بریم. پیام آخر رو بده و بریم. منقلب شدم. دیروز ترانه مادر گذاشتی. روز امروز مادر گذاشتی. من حالی به حالی شدم. باز چشم اشک افتاد. میبخشین شرمنده. پس بریم برای خداحافظی. بریم. فارسی زبانان و تاجیکستان و همه رفیقای گلم سر تا سر دنیا به پیش